این دو بانوی دهه سری آسیاب ناحیه خاورین که یکی خود را آدینگل و دیگری لطیفه معرفی کرد زندگی دهات را هیچ به داغ چکه و مسکه تاجیکی تصور نمی‌کنند. هنگامی که ما در اینجا قرار داشتیم لطیفه خال و عین زمان از ایلاق آمده بود و به همسایه‌اش که داغ می‌کشید کمک می‌کرد. اکثر بانوان سه ماه در ایلاق مال و گاو خود و همدیهگان را نگاه و بین می‌کنند، اما او تنها با چاروای خود تا موسم تیرماه در ایلاق جایها مسکن می‌گیرد. بهار میشود برف همه چی میشه گاو مولا میگیره میریم ایلاق اونجا تازی 8-10 گاوی جوشو دارم اینم خیلی میجوشم میپزم دیگ دوا ام تای چورماق دایم تاری پویا زاگی روزی 3 بارم دوغ میکشم شیرا را میپزم جیرغود میکنم خو میکنم دیگایی میشود بعد چشمم میرم و خنک میارم پیشم در میمونم ده 3 بار نیم خیلی بعد دوغا میکشم. از مشاهده ها عیان می شود که زنهای دهات هیچ بیکار نمیشینند به قبل لطیفه خال و همه این زحمت ها به خاطر راحت گذرانیدن فصل زمستان است. در ایلاق ما نه تنها محصولات شیری برای موسم سرما ذخیره میکنیم، همزمان در آنجا به پالیزی کاری نیز مشغول هستیم. من الکی تا اندازه مسکه و قروت ذخیره کردم و امید است که من بعد نیز مهنت ما بی پاداش نمیماند. یا سطل روان کردم بیاریم زمستون دیگه قروتا و نشویسته و شیربت همه چیزا میخری دیو تنه دیده ایچ خیلی این میگوه میجوشی میده شیر دوغا میگیر با میده اگراد میره همین کار میجم بی ویخی نمیشین زنده. به قدر بانوان روغنی مسکه در حالت حرارتی معتدل بودن جرغات خوبتر حاصل می شود. اگر جرغات خنک باشد به آن کمی آب گرم می ریزیم. برعکس اگر جرغات گرم باشد به آن قدر آب خنک اضافه می کنیم. مسکه حاصل شده را با آب خنک شسته با دستها فشار می دهیم تا که داغ‌های باقی مانده از داخلش بیرون شود. مسکه تازه شده را نمک کرده در تغاره یا کرسان نگاه می داریم تا که تمام آبش تراود. 10 لیتر شیره جرغات میخونیم میدوزیم میکشیم مسکش هم میگیریم دوغا در خلطه میریزیم ایو قرو تیار میکنیم مسکش هم میگیریم جمع میکنیم روغنی زرد میکنیم قروتو میکنیم زمستونده قشلوقته همین زندگی همین گو و موله دیگه همه او توشه که بفهمی که 1 منت هم میکش دیگه تری چی نمیکنی بین یمی از ساعت نیم ساعت همی تیار میشون همی چیو همی روزا ما هر روز از دورم برسد 2 بار میکشم 3 بار میشود 2 بارش میکشم بعد با اوش در خلطه میریزم بعد با روزگه قطیاش یجویه میکنه میکشم با مسکه بسیار میگیرم. همزمان ابراز داشتند که بعضی زنها با دستگاه‌های برقی دوغ آماده می‌کنند، اما دوغ و روغن از آنی که در چخچوب و چخدیگ اجدادی می‌کشیم فرق می‌کند. از همین لحاظ خاله آدینگل سالها اسبابی که مادرش در آن دوغ می‌کشید نگاه داشته است. این چخچو ای مادرمون موندگی چخدیگ همی موموها و بیبیا اومدی موندگی نیم ساعت هم تیار می شود همون توغری بیایه آب و چیش که جوش نباشن تا روغنش خش رو میگیری روغنوه نمی شود زمستون توبستون تیرما همیشه هست این به مزه های ای اوی که در سوید میکشیم او همه علف ای گو میچره همه غذا همه چی میگه همه علف که میچره همه ویتامین مثال چی هست واو قطوی ملی میکنیم اونجا میخریم کوچی میکنیم دوغ جوشی و اینمی فطیر مسکه میکنیم میخریم. چطوری معلوم شد اینجا بانوان مسکه را در شکل خام کمتر استفاده میبرند. پس از حاصل مسکه آن را در دیگ انداخته آب میکنند و از آن روغنی زرد حاصل میشود که اساساً برای زمستان ذخیره مینمایند، زیرا غذانوکی روغنی زرد باز بیشتر است و در ملت‌های زیاد هم صفت خود را گم نمیکند.